فریاد فردای ما مثل
فردای ما مثل روز روشنه، اگر برخیزی سرنوشتمون به دست تو به دست منه. اگر برخیزی شادی تو دلهامون نمیمیره، اگر برخیزی روزگارمون رنگ غم نمیگیره. اگر برخیزیم زن شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها، توی بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها، که در خون خستگان دل شکستگان آرامید توفان. به آیندگان نگر در زمان نگر بر نمید توفان. قفس را بسوزان رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را که لبخند آزادی خوشه شادی با سحر بروید. سرود ستاره را موج چشم ما آهوان بگوید. ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پر ز نو آن کبوتر را سوی میهن آید. گرفته تمام شب شاخه‌ای به لب سرخ و گرد افشان، پرد گرد گسترد دانه پرورد سر زند بهاران. قفس را بسوزان رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را که لبخند آزادی خوشه شادی با سحر بروید. سرود ستاره را موج چشم ما آهوان بگوید. سرود ستاره را موج چشم ما آهوان بگوید. مجرداران خون یاران می نویسن اعتصابتان مرهم زخم ایران زمین است. ای سکاندار کامیون دار اعتصاب تو تیشه بر ریشه دست ظلم می زند. ای که شام است دست کار است، وقت همراه شدن با تب سرزمین است. مرد سرباز ای هم آغاز خبز و آغوش این کوچه ها بر تو باز است. این زمان هر قدم هر طرف قصه ساز است. ای نشسته لب بسته وقت برخاستن و یک قیام است. وقت شب شعار پشت بام است. ای تماشاگران با صفوف کارگران با خروش خواهران با تب برادران همراه شوید، از ما شوید، هم صدا شوید، یک صدا شوید، تا رها شوید، تا رها شوید، تا رها شوید. امشب آخرین
شام من و توست او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. شاید از فردا از ما بماند تنها فقط یادهای ما. وقتی زندان و با توم و تیر است پاسخ فریادهای ما. همه پشت به پشت با دستای مشت او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترسی نداریم کم نمیاریم هستیم تا جان در تن داریم. یک بار دیگر می‌زنیم از سر در یک جنگ نابرابر. ما هم صداییم یار و همراهیم او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترسی نداریم کم نمیاریم هستیم تا جان در تن داریم. فقط عدالت نه به جهالت نه به زور و نه به قدرت. اگر برگشتیم فردا از بیرون او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. یا با هم یک جا یا بی هم تنها دوباره با عشق و شادی. فردای دیگر بازم خیابان بازم فریاد آزادی. پیروزی با ماست آزادی اینجاست در مشت و در فریاد ما. به به چه شوری شیرین فریادی زن زندگی آزادی. بشنو حدیثی دارم چشمان خیسی دارم شعر نفیسی دارم لحن سلیسی دارم بنگر چه حالی دارم قصد جدالی دارم من شور و حالی دارم تقدیر و فولی دارم در سر هوایی دارم بانگ صدایی دارم در دل نوایی دارم من نی نوایی دارم صبح پگاهی دارم از نو نگاهی دارم دیده براهی دارم فرخنده ماهی دارم من آفتابی دارم شمشیر نابی دارم روز حسابی دارم خشم و عذابی دارم شیر ژیانی دارم گرز گرانی دارم راز نهانی دارم شوری دجانی دارم من خون فشانی دارم آتش فشانی دارم رستم نشانی دارم دشمن کشانی دارم من انقلابی دارم من پیچ و تابی دارم با خود کتابی دارم فصل خطابی دارم من کارزاری دارم فکر شکاری دارم از نو بهاری دارم از خود گذاری دارم اینک قیامی دارم روشن پیامی دارم شیرین کلامی دارم شیوا سلامی دارم.
شادی زنده ای آزادی مامانی مرا شادی زنده ای آزادی مامانی مرا شادی زنده ای آزادی مامانی مرا شادی زنده ای آزادی. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله، درود بر شما. یک بار دیگه من کانی در خدمت هستم برای تقدیم پخش زنده ویژه اعتراضات سراسری و انقلاب در ایران. امروز وارد 72مین روز از انقلاب با شکوه ایران شدیم. انقلابی که با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد و تا به امروز ادامه داره و خواست مردم در تمام این روزها و در تمام شهرهای ایران که بیش از 156 شهر ایران را در بر گرفته سرنگونی جمهوری اسلامی است. بله عزیزان، در این مدت بیش از 448 نفر از معترضان به دست نیروهای سرکوبگر رژیم جونشون را از دست دادند که متاسفانه 63 نفر از اونها کودک بودند. البته این آمارهایی که رسما اعلام میشه از طرف سازمانهای حقوق بشری. همونطور که مطلع هستیم در ایران هیچ وقت آمارها واقعی نبوده و تا جایی که آمارها نشون میدن بیش از 448 جان باخته و در این بین 63 نفر از اونها کودک هستند و بیش از 18,000 بازداشتی داشتیم در تمام این شهرها در 156 شهر ایران. و همونطور که مطلع هستین کردستان در طول 10 روز گذشته مدام در اعتصاب و اعتراض بوده و در طول یک هفته بیشتر از 40 نفر جونشون را از دست دادن. در این قسمت از برنامه اطلاعیه ای رو برای شما میخونم تحت عنوان ایستاده ایم. اطلاعیه شماره 5 جمعیت از فعالان زنان داخل کشور به نام زن، زندگی، آزادی. در تاریخ مبارزه زنان 25 نوامبر 5 آذر روز خاصی است. روزی که به نماد مبارزه پیگیر برای ممنوعیت و محو هر گونه خشونت علیه زنان تبدیل شده. جنبش زنان ایران چون دیگر همرزمان خود در این راه سرسختانه گام برداشته و در زدودن همه ابعاد خشونت جانانه حضور داشته و داره. اما این روزها برای مردم ایران و به ویژه برای ما زنان به گونه‌ای متفاوت سپری میشه. در طی این سالها و به ویژه 2 ماه اخیر حکومت جمهوری اسلامی خشن‌ترین چهره ممکن از ساختار ضد زن و ضد انسان رو به جهانیان نشان داده. این درجه از خشونت و تبهکاری افسار گسیخته با هیچ واژه‌ای قابل بیان نیست و کلمات برای تصویر صحنه‌های تجاوز، قتل، شکنجه، ربایش و حذف فیزیکی انسان‌ها توسط حکومت به ویژه در کردستان و زاهدان کم می‌آورند. اما ما ایستاده ایم. ما همچنان در خیابان، دانشگاه، محیط کار، مدرسه و هر جایی که هستیم استوارتر از همیشه علیه هر گونه نابرابری و خشونت مبارزه می‌کنیم. برای ما هر روز 25 نوامبر جنبش ما در جریان زایش شگفتی هاست تا روزی که رفاه، آزادی، برابری برای همه انسان‌ها تحقق یابه و این معنای واقعی شعار زن، زندگی، آزادی است. اطلاعیه شماره 5 جمعیت از فعالان زنان داخل کشور. بله عزیزان بیننده، همونطور که از این اطلاعیه پیدا بود، دیروز روز 25 نوامبر بود، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، مبارزه با منع خشونت علیه زنان، که انقلابی که امروز در ایران در جریانه، زنان رهبران اون بودند و زنان پیشقراولان اون هستند، به خاطر خشونتی بود، خشونت سازمان یافته و دولتی بود که در طول 43 سال گذشته جمهوری اسلامی بر زنان
روا داشته، اون هم در اشکال مختلف و به شیوه های گوناگون. امروز شعار زن، زندگی، آزادی که از کردستان آغاز شد و بعد از مدت کوتاهی در تهران شنیده شد و امروز در جای جای جهان این شعار رو سر میدن در حمایت از زنان ایران. ما میبینیم که در طول 72 روز گذشته تمام مردم ایران به پا خواستند برای اینکه این خشونت‌ها رو محو کنند. زنان در طول 43 سال گذشته نه تنها به سیاست‌های زن ستیزانه رژیم تن ندادند، بلکه همزمان مقاومت کردند، مبارزه کردند و حتی خودشون رو پیشرفت دادند، به آگاهی مسلح شدند تا امروز بتونن در کنار مردان آزادیخواه شاهد انقلاب شکوهمندی باشند که در جریان هستش. مردم ایران دیگه پاپس نمیکشن و به قول خودشون که در خیابونها فریاد میکشن، این خیزش نیست، بهش نگین خیزش، این انقلابه و واقعا انقلابه. آخرین تصاویری رو که شما عزیزان برای ما فرستادید میبینیم و برمیگردیم. اولی چیزی آدم بود اینجا برسید. یه کاری بکنید میکفه من جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران.
شرکت مرتب 5 آذر ماه. نه ماه حقوقشون رو نگرفتن. 9 ماه حقوق نگرفتن.
درودی دوباره عزیزان. آنچه که دیدید تحسن دانشجویان بود، دانشجویان عزیزی که در سراسر ایران در تمام بیشتر دانشگاه‌ها ما در طول 70 روز گذشته شاهد تحسن و اعتراضاتشون بودیم و دیدیم که چطور در دانشگاه شریف، در دانشگاه کردستان و بیشتر دانشگاه‌ها نیروهای سرکوبگر رژیم بهشون حمله کردند و با وحشیانه ترین شیوه اونها رو سرکوب کردند و اونها رو بازداشت کردند. نزدیک به 500 نفر دانشجو در طول 2 ماه گذشته بازداشت شدند که از سرنوشت بیشترشون هیچ خبری در دست نیست. دانشجویانی که زنان پیش قراولان آنان بودند، زنانی که روسری‌هاشون رو برداشتند، زنانی که پس از 62 سال که از مرگ خواهران میرابل میگذره، خواهرانی که برای نابودی دیکتاتوری هار زمان خودشون مبارزه میکردند، اکنون و پس از 62 سال خواهران میرابل در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی به پا خواستند برای سرنگونی دیکتاتوری دیگر که اساس آن بر زن ستیزی و مرد سالاری پایه‌گذاری شده. حاکمیتی که از روز اول بر سر کار آمدنش تا به امروز انواع اقسام خشونت‌ها رو بر مردم ایران و در رأس اونا زنان به شیوه‌های مختلف اعمال و حتی اونا را از پایه‌ای ترین حقوقشون محروم کرده. خواهران و زنانی که در طول 43 سال گذشته مدام و به شیوه‌های مختلف علیه این ارتجاع جنگیدن. در این جنگ نابرابر در طول این 43 سال هزاران کشته، هزاران زخمی و هزاران زندانی دادند. در طول 3 ماه گذشته میلیون‌ها زنی که خواهران میرابل رو در قلب‌هاشون همراه داشتند در خیابان‌های ایران با دستانی خالی در مقابل رژیمی تا بن دندان مسلح ایستادند و با شعار زن، زندگی، آزادی چشم همه جهانیان رو خیره کردند و همراهی و حمایت نه تنها مردم ایران بلکه همه جهان رو برانگیختند. قیام ژینا بر بستر 43 سال بی‌حقوقی سیاسی بود، بی‌حقوقی اجتماعی و اقتصادی که در رژیم جمهوری اسلامی به زنان تحمیل شده آغاز شد. قیامی با ستم ملی، مذهبی، جنسی و جنسیتی که همه در یک تقاطع قرار گرفتند. قیامی بر علیه تمام خشونت‌های سازمان یافته و دولتی که در ایران تحت حاکمیت این رژیم روزانه و مداوم به کار گرفته میشه. قیامی که زنان در همه صحنه‌های اون حضور دارند و در صف اول هستند. امروز در ایران روند برابری و آزادی آغاز شده و ما زنانی رو می‌بینیم که تحت هیچ شرایطی به عقب بر نمی‌گردند و تن به خواسته‌های رژیم ارتجاعی نخواهند سپرد. این زنان هستند که همونطور که می‌بینید در صف اول سرود برابری سر میدن. زنانی که خواهان براندازی دیکتاتور هستند، زنانی که خواهان آزادی هستند و همزمان خواسته ها و مطالبات خودشون رو هم عملی میکنن. نه به حجاب میگن و روسریاشون رو میسوزونن. زنانی که حکومت رو با همه ارکانهای نگهدارندش از جمله مذهب، پایه اصلی این رژیم، زیر سوال برده اون رو به چالش میکشن و رژیم رو به یک جنگ کشاندن. زنانی که با هر حرکتی، با هر تاکتیکی و در هر شکلی از این رویارویی خواهان سرنگونی هستند. زنانی که ساختارها رو شکستند. زنانی که سرشار از آگاهی هستند. آگاهی که ستم جنسیتی و نابرابری زن و مرد که در طول تاریخ وجود داشته رو همراه و همگام با حمایت مردان آگاه فریاد میکشند و خواهان رفع هر گونه ستم و تبعیض هستند. بله عزیزان، اونچه که ما در ایران امروز میبینیم در طول تاریخ بی سابقه است. زنان و مردان انقلابی با شعار آزادی به میدون اومدن، با شعار زن، زندگی، آزادی که همونطور که گفتم از کردستان سر داده شد و اندکی بعدش در تهران به گوش رسید و امروز ما میبینیم که از مرزها فراتر رفته و در تمام خیابونهای جهان فریاد کشیده میشه. شعاری که امید بخش است و پرتوان،
شعاری که نه تنها برای ایران بلکه برای تمام جهان بشارت رهایی و برابری است، بشارت زندگی و آزادی است. شعاری که بیانگر خواستن و نخواستن چه چیزی رو می‌خوایم، چه مطالباتی رو می‌خوایم و چه چیزی رو نمی‌خوایم. شعاری که تمام طبقات رو در تمام جهان به دور خودش جمع کرده و نوید زندگی رو میده و نوید آزادی رو برای همه مردم جهان میده. ما همینک هم در خیابون‌های ایران شاهد حاکمیت مردمی هستیم. نیرویی که برای زندگی ارزش قائله و زندگی رو برای همه افراد جامعه میخواد بدون هیچ تبعیضی. نیرویی که همونطور که بارها گفتیم و میگیم زنان در رأس اون هستن. زنانی که در طول این همه سال مقاومت و مبارزه کردند و همزمان پیشرفت کردند. زنانی که در طول 43 سال گذشته در قانون جمهوری اسلامی تنها با زایش و قدرت باروری خلاصه می شدند، امروز رهبر و سازمانده هستند. زنانی که در حال پیشروی هستند و این همه نابرابری در حال عقب نشینی. اونچه که در ایران در جریان انقلاب نوینه و تا همین امروز هم دستاوردهای بسیاری به رغم تمام سرکوب‌های خشونتبار و خونینش، به رغم جان باختن صدها تن زن و مرد و جوان و کودک به دست آورده بسیار ستودنیه و فکر نکنم که هرگز قابل بازپسگیری باشه. دستاوردهایی که همونطور که گفتم همه ارکان رژیم رو به لرزه در آورده و پایه‌های رژیم رو سست کرده و در حال فرو ریختنه. یکی از این پایه‌ها مرد سالاری و مذهب بود که زنان از روز اول زنان همراه با مردان اون رو نشونه گرفتن. زنانی که حجاب را از سر برداشتند و با رقص و پایکوبی نماد بردگی رو در ملأ عام به آتش کشیدند. حجاب اجباری که به زنان تحمیل شده یکی از جلوه‌های سیستماتیک تحمیل به زنان بوده در طول همه این سالها. مناسبات مرد پدر سالاری که در تار و پود سیستم تنیده است و امروز ما می‌بینیم که داره رو به گور میره و زنان میخوان که اون رو به گور بسپارن و بوی خوش زندگی آری از ستم و استثمار، آری از خشونت و تحقیر و سرشار از آزادی و برابری و رفاه رو ما در خیابون‌های ایران داریم میشنویم. این بو رو حس میکنیم. بله، رژیم نه تنها به عنوان یک قدرت سیستماتیک گسترش دهنده خشونت علیه زنانه، بلکه در سرکوب انقلابی هم بر علیه زنان از انواع خشونت‌های عریان استفاده کرده. خشونت‌هایی که تنها بخشی از آنها جسمی و لفظی هستند. با سابقه‌ای که ما از تاریخچه این رژیم می‌دونیم، بخش بزرگی از خشونت بر علیه زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده در دهه 60، 70، 80 و همین اکنون هم یکی از این خشونت‌ها تجاوز جنسی بر علیه زندانیان سیاسی، علل خصوص زندانیان سیاسی زن که همونطور که در برنامه قبلی هم گفتم خبرگزاری CNN در یک افشاگری از راز وقوع تجاوزهای متعدد به دختران بازداشتی پرده برداشته و همونطور که اشاره شد وقوع همچین جنایتی بر علیه زندانیان علل خصوص زنان در زندانهای جمهوری اسلامی دارای سابقه بسیار طولانی هستش از همون روزهای اول سر کار اومدن جمهوری اسلامی. امروز در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ما شاهد انواع خشونت‌ها هستیم و روزانه زنان، جوانان و کودکان از جمله با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر در این انقلاب جونشون رو از دست میدن. جنایتی که قابل بخشش نیست و هرگز از یادها نخواهد رفت. حالا که قدرت پوشالی حکومت جمهوری اسلامی با حمله تمام قد زنان به ابزار سرکوبش، مخصوصاً سرکوب حجاب، سست‌تر از لانه عنکبوت شده و همه ارکان رژیم در حال فروپاشی، در آینده نزدیک شاهد سرنگونی این رژیم و بنیان نهادن حکومتی عاری از ظلم و ستم و نابرابری و سرشار از آزادی و رفاه خواهیم بود. بله، ما امسال در چنین شرایطی 25 نوامبر رو گرامی داشتیم و باز هم
یاد خواهران میرابل، یاد مهسا، نیکا، حنانه، غزاله، نسرین، سارینا و یاد همه عزیزانی رو که در راه آزادی و برابری جونشون رو از دست دادن گرامی می‌داریم. امروز ما شاهد این بودیم که بعضی از شرکت‌ها در همراهی با مردم ایران، بعضی از کارخانه‌ها به اعتصاب پیوستند. برای نمونه میشه از فولاد اصفهان گفت. جای کارگران در این اعتراض و اعتصاب و در این انقلاب بسیار خالی بود و امروز با خوشحالی دیدیم که کارگران در همراهی با اعتصابات و اعتراضات مردم ایران به این انقلاب پیوستند. ما باید کارخانه‌های بسیار مهمی از جمله فولاد، از جمله نفت، کارخانه‌های صنعتی که شریان اصلی اقتصاد ایران هستند، باید این کارگران به این انقلاب بپیوندند تا بتونیم هرچه زودتر شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم. بله عزیزان، شما میتونید از طریق شماره تلفن 2045 71 64 50 24 شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون حک شده در طول شبانه روز از طریق تلگرام ویدیوها، تصاویر، عکس‌ها و پیام‌هاتون رو برای ما بفرستید. همچنین در طول پخش برنامه زنده اگر مهمان داشتیم یا مثل اکنون که مهمان نداریم و داریم با هم حرف میزنیم و من مهمان خونه‌های گرم شما و دل‌های گرم شما و قلب‌های مالامال از آزادی شما هستم، سوالاتون رو برای ما بفرستید تا ما بتونیم به سوالات شما جواب بدیم. همچنین میتونید نقدها و پیشنهاداتتون رو هم برای ما بفرستید. آخرین تصاویری رو که شما برای ما فرستادید میبینیم و برمیگردیم. شرکت مرتب انج آذر ماه. 9 ماه حقوقشون رو نگرفتن. 9 ماه حقوق نگرفتن. Hoje que viu orada. Bence جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران.
بیشرف 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 بله، درودی دوباره عزیزان بیننده. آخرین تصاویری رو که مشاهده کردین از اعتراضات مردم زاهدان بود که خوشبختانه زنان نیست که تا به امروز، هرچند که این انقلاب زنان پیشقراولانمون بودن، زنان زاهدان و سیستان و بلوچستان غایب بودن و امروز میبینیم که اونا هم به خیابون اومدن. بله عزیزان، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم تهران بیشتر خیابونا شلوغ شده و مردم دارن تجمع‌های اولیه رو شکل میدن. علیگودرز، اصفهان، پلدختر و بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر ایران هسته‌های اولیه تجمع‌های شبانه داره شکل میگیره و اعتراضات داره شروع میشه. بیننده عزیزی برامون پیام فرستادن، گفتن که در مورد اوریا غفوری صحبت کنید. خب اوریا غفوری ما میدونیم که چطور در طول این همه مدت در کنار مردم بوده، در کنار مردم کردستان و مردم ایران بوده، از دردهاشون گفته و صدای مردم معترض ایران بوده. چند روز پیش نیروهای سرکوبگر تاب این رو نیاوردن که کسی صدای مردم ایران باشه. اونا هر صدایی رو که مخالف باشه خفه میکنن و وریا رو دستگیر کردن. بله، گفته که ما باید صدای وریا باشیم. حتما ما صدای وریا هستیم و بازداشت وریا نه تنها فقط در داخل ایران بلکه در سطح جهانی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و مردم به بازداشت وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم استقلال، واکنش نشون دادن و خشم خودشون رو به شیوه‌های مختلف ابراز کردن. مخصوصا در سوشیال میدیا ما شاهد حمایت‌های گسترده‌ای از وریا هستیم و میگن که ما صدای وریا هستیم. یه پیام دیگه هم برامون اومده، نه اسمشون رو نوشتن و نه نوشتن که از کجاست. نوشتن که رفیق کانی با درود به شما بینندگان گرامیتون، من به عنوان یک شهروند در ایران برام سواله که چطور میشه فشار اقتصادی رو در این وضعیت بحرانی از رو دوش مردم برداشت تا راحت بتونن در این انقلاب شرکت کنن. وظیفه ما در قبال هم چی هستش؟ با سپاس از هر دو بیننده که برامون پیام فرستاده بودن، اما در جواب سوال شما بیننده عزیز، هر جا هستید، نه تنها در ایران، خب ننوشتین کجا، شاید خارج از ایران باشید، اما هر جا هستید درودهای ما رو بپذیرید و میشه گفت که مردم ایران زیر فشار مضاعف اقتصادی هستن. مخصوصا این فشار روی گرده طبقه کارگر بسیار سنگینی میکنه و سالهاست که این سنگینی وجود داره. اما خب با توجه به اینکه انقلاب نیاز به همیاری و همبستگی و اتحاد داره و انقلاب نیاز به این داره که همه اقشار مختلف در اون شرکت کنن تا بتونن دیکتاتوری هاری رو مثل جمهوری اسلامی سرنگون کنن، باید همه آحاد مردم دست به دست هم بدن و برای این دست به دست هم دادن و برای اینکه ما بتونیم همه با هم در کنار هم، یک صدا کنار هم برای سرنگونی قرار بگیریم، خب میشه گفت که بازاریان باید مغازه هاشون رو ببندن. و این چطور امکان داره؟ صاحب مغازه ها یک دل و یک دست باشن و کرایه هاشون از مغازه دارها، اونایی که مغازه هاشون رو کرایه کردن، کرایه هاشون رو تا سرنگونی از اونا نگیرن.
صاحب ها میتونن کرایه خونه هاشون رو از مستاجراشون نگیرن و همینطور که اونا هم اگر کسی در این شرایط بدهکار، طلبکار میتونه بدهیشو از اون فرد نگیره و اینطور فشارها رو کم کنیم. میتونیم دست به دست هم بدیم، صندوق اعتصاب درست کنیم و پولهامون رو در صندوق بریزیم و اگر کسی در اعتصاب بود، کسی سر کار نرفت، ما بتونیم از اون صندوق برداشت کنیم و به یاری معترضین و اعتصاب کنندگان بشتابیم. هرچند که کارگران ما شاهد هستیم در طول 3-4 سال گذشته در صنف‌های مختلف، در شرکت‌های مختلف اعتصاب کردن، تجمع کردن، اعتراض کردن و گفتن که ما 6 ماه حقوق معوقه داریم، 1 سال حقوق معوقه داریم و تونستن تا بیارن. اگر همه ما بازاریان، همه اصناف، همه شرکت‌ها، کارگران، همه اقشار دست به دست هم بدیم با همدلی و همکاری، قطعاً همونطور که این انقلاب تا به امروز اومده و ما میتونیم در کنار هم به سرانجامش برسونیم و جمهوری اسلامی رو شکست بدیم و برای همیشه سرنگونش کنیم و به قول معروف به زباله‌دان تاریخ بیاندازیمش. با سپاس از این بیننده، یک بار دیگه آمار اعتراضات و اعتصابات رو میخونم. ما در 156 شهر ایران در طول بیش از 2 ماه گذشته، میشه گفت 72 روز گذشته، اعتراض و اعتصاب داشتیم. متاسفانه بیش از 448 نفر از معترضین جونشون رو از دست دادن و بیشتر اونها با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر بوده که به قصد کشت شلیک کردن. متاسفانه باید گفت که بیش از 60 نفر از جانباختگان کودک هستند و بیش از 18,000 بازداشتی هم داریم. رژیمی که در ملأ عام، در خیابونها اینطور با خشونت به معترضین حمله میکنه، در دخمه ها و سیاهچالهای خودش قطعاً خشن‌تر عمل میکنه و بازداشتی ها رو شکنجه میده. برای همین ما باید به یاد اونا باشیم، صدای اونها باشیم و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو در صدر شعارهامون قرار بدیم و در جلوی زندانها تجمع کنیم و درب زندانها رو بشکنیم و عزیزانمون رو که در بازداشتگاه‌ها و مخوفگاه‌های جمهوری اسلامی دارن شکنجه میدن نجات بدیم. به امید روزی که ما زندانی سیاسی نداشته باشیم، به امید روزی که ما در ایران شاهد، نه تنها ایران، همه جای جهان، اما ایران نزدیکتره، شاهد آزادی و برابری باشیم، شاهد رفاه باشیم، شاهد این باشیم که هیچ کسی در فکر این نیست که اگر کار نکنه امروز فردا باید چی کار کنه. شاهد آزادی باشیم، شاهد رفاه باشیم، شاهد برابری باشیم و شاهد این باشیم که هیچ ظلم و تبعیض و استثماری نمونده. خوشحال شدم که امروز هم در خدمت شما بودم. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. سخت هراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما، پیزد چنگی بدن تکیه به آرنگ ما، شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما. به نفیده گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به اسیان بشکوه نسل جوان. برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی، رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو. رها شو ز قید آرزو، نگه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز دولک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم، بزن پا به تخت واژه کن، بشو دست و صورت
شسته ایم جان عزیز من است گوش کن ای هموطن بانگ رسای زن است برون کن سر از زیر یوغ بردگی برآور سرود زندگی رها کن دل از بغض مانده در گلو تو هم با همه جهان بگو من جاده رو برات صاف میکنم هرچی سرابر و پراب میکنم بیا بری من از رومین و بمبوس شنزار میدوم جای کمرت شلاق میخورم بیا بری بعد ما بارون میباره عطر آزادی پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی ما بریم تو سینه ها رگبار و آهن نیست دیگه هیچ خاکستری از جنس آدم نیست من بالا تو برات باز میکنم با تو تو تاریکی پرواز میکنم بیا بری من چشماتو پر از خورشید میکنم گوشاتو پر از آواز میکنم بیا بری بعد ما بارون